با سلام خدمت همراهان عزیزم. میخوام در مورد علل تهوع استفراغ در بارداری براتون صحبت کنم. تصور میشه که تغییرات هورمونی در 12 هفته اول بارداری دلیل تهوع و استفراغ در بارداری باشه، اما علت تهوع استفراغ بارداری به طور کامل مشخص نیست. علت تهوع استفراغ در دوره بارداری میتونه موارد زیر باشه: قند خون پایین باشه، افزایش هورمون‌های بارداری مثل گونادوتروپین جفتی انسانی، استروژن، نوسانات فشار خون، تغییرات در متابولیسم و سابقه تهوع‌های دوره بارداری در خانواده. علاوه بر دلایلی که برای تهوع استفراغ بیان شد، عوامل زیر میتونن حالت تهوع استفراغ رو تشدید کنن. استرس و اضطراب میتونه، خستگی مفرط یا مداوم، معده حساس، حساسیت و واکنش به داروها، جنین دختر یا دوقلو، سابقه سردردهای میگرنی، بیماری یا حالت تهوع شدید در بارداری قبلی، چاقی، بارداری اول و قرار گرفتن در معرض هوای گرم.